سلام. چی شده؟ شما؟ از سازمان هوارشناسی مزاحم میشیم. هوارشناسی؟ بله، مثلا این هواری که شما داری میزنی. خب به خاطر چاقیته بدبخت. حالیت نیست. من چه چاق نیستم که پولمه بردن هوار میزنم. همون دیگه، از لحاظ مالی چاقی پس. هم کن. الو، تخلیه چاق؟ بله حالا میام. سلام علیکم. همین چاق؟ بله. از لحاظ مالی چاق دیگه. بله. خب داداش ببین، من این فنره باید بکنم تو سوراخ چاق فاضلاب شما، همچین یه 2 دور بچرخونم و هر چی خوردیره تخلیه کنم. داداش از کونم که نمیشه که. میگم یعنی عرض کنم که نمیشه این کار انجام بدی. خدا داداش ولش کن، این اگه استرس داره که نمیشه، چون اینجوری تو کونش واکنش اذیت میشه. آفرین، راست میگه. پس داداش میخوای برات ببریم کوچیکش کنیم که کمتر اذیت چی؟ آره داداش، اگه یادت باشه اصلا برای پوریا فامیلشونم کوچیک کردیم دیگه. پوریا مگه کوچیک کرده؟ بله 2 سانت هم کوچیک کرده. خب مگه خلاف کوچیک کرده؟ خدا داداش اگه خلاف نیست که ما هم بریم کوچیک کنیم. نه داداش، درست کوچیک کرده. بله، مال پوریا 71 بود، خاطر 69 کردیمش. چی شد؟ 69 کردین؟ نه اجازه بده من توضیح بدم. ببین داداش، ما 2 دور چی ببخشید 2 سانت از دور معده‌اش کم کردیم. آفرین داداش، خوب جمعش کردی. راست میگه، چون میدونی که بنده خدا رستوران زده بود، تجهیزات رستورانش هم از شرکت شعله پردازش که بهترین تیم تولید کننده تجهیزات رستورانی و آشپزخانه های صنعتی داره گرفته. به خاطر همین معده‌اش کوچیک کرده که خودش تو رستورانش زیاد نخوره. متوجه شدی؟ داداشا چی میگین واسه خودتون یه ساعته؟ این بنده خدا مشکلش اینا نیست که پولاش جمع کرده بود موبایل بخره، داده کوروش گذاشتن، همین کوروش کمپانی بالا کشیدن، واسه همین هوار میزن. اگه اینه که داداش فنرمنرا رو جمع کن. این بنده خدا رو قبل از ما پولش گرفتن کوروش گذاشتن. چی شد؟ Warner Brothers Picture